سلام خدمت رفقای هنرمند و هنردوستان به کانال کالیگرافی آسان با پریسا که من هستم. خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو تکمیل شده این کار رو یاد میگیریم و یاد میگیریم چطور رنگ و میزیشو انجام بدیم. توی 2 تا ویدیوهای قبلی که لینکاشو براتون میذارم روش چیدمان حروف کنار هم دیگه و برجسته کردنشون و دورگیریشو یاد گرفتیم و توی این ویدیو رنگ و میزی این تکنیک رو یاد میگیریم و یاد میگیریم که چطور میتونیم کنار هم دیگه حروفمون رو برجسته کنیم طوری که برجستگی و فرو رفتگی حروف باز هم دیده بشه. امیدوارم که از ویدیوهای من تا اینجا راضی بوده باشید. اگر سوالی براتون باقی مونده حتما زیر همین ویدیو سوالتون رو بپرسید تا من بتونم سوالاتتون رو که مرتبط هستن با این ویدیو پاسخ بدم. و اگر تکنیک دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که لازمه که در موردش بدونید حتما به من بگید و برام بنویسید تا من بتونم ویدیوهایی که میسازم بر اساس نیاز شماها باشه. اگه ویدیوهای منو دوست دارید لطف کنید لایک و سابسکرایب کنید و ویدیوها رو با دوستان دیگه‌تون به اشتراک بذارید. امیدوارم که نکاتی که تو این ویدیو بهتون گفتم به کارتون بیاد و کاربردی باشه براتون. نکات اصلی جمع‌بندی ویدیوهای قبلی رو هم آخر این ویدیو حتما بهتون میگم و امیدوارم که به کارتون بیاد. همراه من باشید. خب این روشی که امروز با هم کار میکنیم یکی از تکنیک‌های تیره کردن و برد دادن به حروفه که ما در این روش اول از یک قلموی خشکی که تمیزه و آلودگی رنگی نداره استفاده میکنیم و کمی به آب آغشتش میکنیم و روی قسمتی که مد نظرمونه اول قلموی با آب رو میکشیم و بعد نوک قلموی 3-0 رو به رنگ که رقیق کردیم، رنگ آکریلیکی که رقیق شده آغشته میکنیم و روی اون قسمتی که مد نظرمونه قلممون رو آهسته حرکت میدیم. همینطور که میبینید وقتی من قلم رو روی قسمت خیس حرکت میدم رنگ به سرعت خودش رو توی فضا پخش میکنه و اون قسمت رو طرحدار میکنه. اتفاقی که میفته وقتی که ما روی قسمت هایی که خیس هستن رنگ رو میذاریم و رنگ سریع پخش میشه، قسمت های خشکمون که در ادامه اون قسمت ها کناره های کارمون قرار گرفتن به رنگ آغشته نمیشن و رنگ در اون قسمت ها پخش نمیشه و به ما اجازه میده که ما بتونیم قسمت های مورد نظرمون رو بهتر رنگ‌آمیزی کنیم. الان اگر که دقت کنید توی تصویر بعضی قسمت ها تیره ترن و من اگر که موقع رنگ گذاری مقدار بیشتری رنگ روی فضا قرار بگیره با نوک قلمو مجددا قلمویی که به آب آغشته است اضافه های کار رو تمیز میکنم و سعی میکنم که رنگ تجمع نکنه توی یک قسمت. حالا میرسیم به قسمتی که قصد داریم بعضی از بخش‌های کارمون رو تیره تر کنیم. یه مقداری از رنگ مشکی آکریلیکمون رو با آب رقیق میکنیم و سعی میکنیم غلظت رنگمون خیلی کم باشه و از نوک قلموی 3-0 استفاده میکنیم. روی قسمت‌هایی که قراره تیره تر بشن یه خط کوتاه ایجاد میکنیم. چرا کوتاه؟ به دلیل اینکه رنگ آکریلیک به سرعت خشک میشه و فضای فید کردن رو به ما نمیده و ما هرچی که سریعتر این کار رو انجام بدیم رنگ جذابتری بهمون میده و بعد بهتری روی کارمون میتونیم ایجاد کنیم. همینطور که میبینید من با یه قلموی خشک که کاملا عمود به صفحه گرفتم سعی میکنم رنگم رو فید کنم و هر بار رنگم رو از روی قلمو با دستمال تمیز میکنم و نمیذارم که قلمو آغشته بشه به رنگ تیره و رنگ من رو توی فضای کارم پخش کنه. بچه‌ها خیلی به این موضوع دقت کنید که اولا که بایستی رنگتون رقیق باشه، رنگ مشکیتون. دوما باید سرعت عملتون خیلی بالا باشه. سوما بایستی نوک قلمویی که دارید باهاش رنگ رو پخش میکنید کاملا تمیز و خشک باشه. چهارما باید حتما قلمتون رو به صفحه عمود بگیرید و دقت کنید اگر جایی از کارتون تیرگی بیشتر از اندازه‌ای قرار داشته باشین باید این کار رو چند مرحله انجام بدید. باید کاملا روی کار مسلط باشید و با دقت و با فکر قسمت‌هایی که قراره تیره بشن رو پیدا کنید و بعد در کارتون ایجاد کنید. اگر اشتباه کنید هر قسمتی رو که تیره کردین برجسته دیده نمیشه و فرو رفته دیده میشه و قسمت‌های کناریش کاملا برجسته دیده میشن. این موضوع کاملا به فکری که شما موقع کشیدن اون طرح روی کار داشتین بستگی داره و ممکنه که شما برای هر قسمت از کارتون یک نقشه راه داشته باشید و بر اساس اون بخواید کارتون رو پیش ببرید. همین که ما به دقت به کارمون توجه میکنیم و سعی میکنیم برای هر قسمت کارمون مجزا فکر کنیم باعث میشه که کارهای ما متمایز بشه از کار بقیه دوستان و کار تکراری انجام ندیم.
یه بخش دیگه ای از کاری که ما میتونیم انجام بدیم برای تیره تر شدن قسمت هایی که مد نظرمونه استفاده از ماژیک تیره است. ولی ماژیک همونطور که هممون میدونیم هم به سرعت خشک میشه، هم فضای تیرگی خیلی زیادی به ما نمیده و اجازه نمیده ما رنگ ماژیکمون رو فید کنیم. به همین دلیل فقط برای قسمت هایی که میخوایم تیرگی خطی داشته باشیم و نیازی نیست که کارمون رو فید کنیم، میتونیم از نوک ظریف ماژیک یا نوک راپید هامون استفاده کنیم. بسته به اینکه چه مقدار تیرگی احتیاج داریم میتونیم از اون روش هم استفاده کنیم. اینو دقت کنیم که قسمت هایی که زیرتر قرار گرفتن باید تیره تر بشن و قسمت هایی که به بخش رویی نزدیک ترن باید هر بار روشن‌تر باشن و تیرگیشون از قسمت های قبلی کمتر باشه. بچه‌ها خیلی این طرح کارمون رو جذاب میکنه و همونطور که میبینید من با استفاده از دست هم و نوک انگشتانم بعضی قسمت ها رو فید میکنم که به نظرم هیچ چیزی مثل دست فید کردنمون رو جذاب و زیبا نشون نمیده. همونطور که باز هم در ادامه براتون این قسمت رو گذاشتم، با نوک ماژیک هم بعضی قسمت ها رو قلمگیری کردم و سعی کردم با نوک قلموی خشکم یه مقداری رنگم رو فید کنم. نکات پایانی که بعد در پایان این ویدیو بهتون بگم اینه که 2 تا ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید که مرتبط با این کار و میتونید از روش‌هایی که برای چیدمان حروف در همدیگه گفتم استفاده کنید و دورگیری‌ها رو کامل و دقیق انجام بدید. و این شیوه‌ای که من کار کردم و شیوه آبرنگی هست تکنیکیه که شما میتونید به این روش کار کنید یا میتونید با روش‌های دیگه‌ای که بعدها بهتون آموزش میدم این روش رو انجام بدید و این تکنیک رو انجام بدید. امیدوارم که این روش براتون جذاب و جالب بوده باشه. اگر که سوالی براتون باقی مونده حتما زیر همین ویدیو از من بپرسید. لطف کنید لایک و سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید و من در خدمتتون هستم و سعی میکنم که سوالاتتون رو پاسخ بدم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.